الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين أما بعد. برادران گرامی، امروز جوانان ما در حیرت هستند. صوفی باشند، سلفی باشند یا تبلیغی باشند یا اینکه تحریری باشند یا گروه‌هایی که هر روز پیدا می شوند و معلوم نیست که کی آنها را برای مسلمان ها ایجاد می کند. همه در حیرت هستند جوانان که کدام این گروه ها حق است و از کدام آنها پیروی کنند، در حالی که الله سبحانه و تعالی می فرماید هو سماکم المسلمین. الله متعال ما را تنها مسلمان نامیده است. یعنی یک مسلمان باید نام او تنها مسلمان باشد، نسبت او تنها به اسلام باشد و هیچ گروه و هیچ فریق و هیچ منهج دیگر نداشته باشد. منهج ما اسلام است. یعنی ما امروز جوانان ما یک فرض مهمی که الله سبحانه و تعالی بالای ما آن را فرض گردانیده است، این اتحاد بودن، متحد بودن، با هم دیگر اتفاق کردن، این را یک طرف گذاشتن و برای خود فرقه ها ایجاد کردن. چنانی که اتحاد بودن فرض است، همچنان تفریقه نکردن هم فرض است. الله سبحانه و تعالی می فرماید ان اقیموا الدین ولا تفرقوا. یعنی تفریقه نکردن هم فرض است و چنانی که نماز فرض است، زکات فرض است، همچنین تفریقه نکردن و متحد بودن هم فرض است. ولی جوانان ما امروز به این گروه هایی که پیدا شده است میگروند و هر گروه برای خود یک سمت مهم دارد. بعضی ها تنها عقیده را اهمیت میدهند و بعضی ها تنها تبلیغ را اهمیت میدهند، بعضی ها تنها سمت سیاست را اهمیت میدهند و بعضی ها تنها جهاد و بعضی ها تنها تعلیم فقه. یعنی هر کس برای خود یک سمت ساخته است و برای همون جهت دعوت کردن مردم را یک گروه ساخته است. و کل حزب بما لدیهم فرحون. و هر کس به همون خوش است که ما یک خدمت به اسلام کردیم، در حالی که اسلام هم عقیده است، هم تعلیم فقه است، هم سیاست است، هم معامله است، هم تبلیغ است. اسلام همه همین است. ولی متاسفانه این گروه ها با هم دیگر هیچ وقت در سر یک دسترخوان و یا در یک مسجد با هم ایستاده و یک جا نشسته با هم یک سخن خوب گفتن نمیتونن، با هم صحبت خوب کردن نمیتونن و همین برادری و اخوتی که بین مسلمان ها است این از بین رفته است. در حالی که الله سبحانه و تعالی می فرماید انما المؤمنون اخوه. همه این مؤمن ها با هم دیگر برادر هستند. یا که هر چیزی که به خود دوست می‌داری برای برادر دوست بدار، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است. ولی آیا همین گروه ها با هم یک جا نشسته یا در یک کشور با هم زندگی کردن میتونن؟ هرگز نمیتونن. الله سبحانه و تعالی می فرماید و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون. دین تمام انبیا و امت تمام پیغمبران این یک امت است، یک دین است، دین اسلام است و به همین نام ما شناخته می شویم، مسلمان. در تمام دنیا ما و شما را مسلمان می گویند و به همین نام باید شناخته شویم و در هر جایی که می رویم و در هر جایی که سخن می گوییم تنها باید از نام اسلام سخن بگوییم. در آن حالت ما و شما پیروز می شویم و خلاصی در همین است که الله سبحانه و تعالی می فرماید
و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم. یعنی وقتی که اطاعت الله سبحانه و تعالی را کردیم و اطاعت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کردیم و با هم دیگر منازعه نکردیم، اختلاف نکردیم، در آن حالت ما قوی می باشیم و قوت خود را از دست نمی دهیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بر اسمان خداوند چنگ بزنید که این قرآن است. یعنی آموختن قرآن و عمل کردن به قرآن کریم و خواندن و عملی کردن احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تنها راه نجات ما و شما است. و هر کسی که از قرآن و سنت دور می‌گردد، اینها سبب تفریقه امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. از علمای خود، از شیخهای خود و پیر طریقت خود معصوم ساختند. یعنی انسان‌های بیگناه هستند، هیچ وقت خطا نمی‌کنند. و این علمای تفریقه انداز، علمایی که مسلمان‌ها را فرقه فرقه کرده اند، این کسانی هستند که در آتش جهنم انداخته می شوند و اولین کسانی هستند که در آتش جهنم انداخته می شوند. و همین گروه بازی ها سبب گردیده است که جوانان مسلمان ها به هر گروه های افراطی می پیوندند. زندگی جوانان ما وابسته به نقشه های دشمنان اسلام است. هر نقشه ای که بخواهند آن را می کشند و با بازوی این جوانان مسلمان آن نقشه را عملی می کنند. چرا؟ چون که این علمای سوء، علمایی که بین مسلمان ها تفریقه انداز هستند، اینها برای این جوانان فتوا می دهند و برای اینها قتل و کشتار یک مسلمان را حلال می دانند، در حالی که الله سبحانه و تعالی می فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. هر کسی که یک مؤمن را قصداً به قتل می رساند، جای او در آتش جهنم برای همیشه است. به همین فتواهای تکفیرانه خود خون مسلمان ها را حلال می دانند و علمای دین را به قتل می رسانند. در مسجدها انسان ها را به قتل می رسانند و اگر در همین شبکه های اجتماعی ببینیم، یک عالم دین را آورده بالای آن یک خط سرخ هم می کشند و مردم را از او برحذر می گردانند که سخنهای این را گوش نکنید. چرا؟ چون که این نقشه دشمنان اسلام است و چنانی که میگویند اگر بخواهید یک فرهنگ را از بین ببرید، اولا علمای آن را، احترام علمای آنها را از بین ببرید و تعلیم را از بین ببرید و خانواده را از بین ببرید، به همین طور یک فرهنگ را از بین میبرید.